بعضی مسیرها رو نمیشه با یه فشار روی پدال رد کرد. باید با ریتم خودت بری، با تصمیمای کوچیک اما درست. زندگی هم همینطوره. گاهی همه چی آرومه، جاده صافه، اما یه لحظه بعد شلوغ میشه، پر از سبقت، پر از انتخاب. اونجاست که فرق تو با بقیه معلوم میشه. خیلی ها دنبال جهش بزرگن، دنبال یه اتفاق خاص، یه لحظه جادویی که زندگیشونو عوض کنه. اما واقعیت اینه که موفقیت از اون لحظه ها نمیاد. از همان کارای کوچیکیه که هر روز تکرارشون میکنی. یه انتخاب درست، حتی کوچیک، میتونه مسیر زندگی رو عوض کنه. زودتر بیدار شدن، یه لیوان آب بیشتر خوردن، 10 دقیقه فکر کردن به هدفات، همین چیزای سادن که اثر مرکب میسازن. زندگی یه مسابقه سرعت نیست، یه مسیر بی پایانه. تو جاده زندگی مهم نیست چقدر تند میری، مهم اینه که متوقف نشی. هیچ موفقیتی یه شبه نمیاد. آدمای موفق فقط یه کارو بهتر بلدن، ادامه دادن. وقتی حوصله ندارن ادامه میدن، وقتی خستن بازم حرکت میکنن، وقتی بقیه توقف میکنن اونا فقط سرعت رو کم میکنن، نه اینکه بایستن. ذهن ما از تغییرای بزرگ میترسه. به جاش باید با عادتهای کوچیک شروع کرد. کارهایی که به ظاهر بی اهمیتن، اما وقتی تکرار میشن تبدیل میشن به قدرت. کوچیک شروع کن، بزرگ بساز. یه جمله ساده است، اما اگر زندگیش کنی مسیرتو عوض میکنه. ببین، زندگی یه خط صاف نیست. گاهی باید از سربالایی بری بالا، گاهی باید صبر کنی و گاهی فقط باید فرمون و محکم تر بگیری. آدمای عجول زود خسته میشن، اما اونی که ثبات داره آخر مسیر لبخند میزنه. ثبات یعنی حتی وقتی انگیزه نداری بازم یه کار کوچیک انجام بدی. یعنی وقتی هیچ کس نمیبینه باز ادامه بدی. یعنی باور کنی که اثر مرکب داره کار خودشو میکنه، حتی اگه هنوز نتیجه‌ای نبینی. یه روز بیدار میشی میبینی مسیر زیادی رو اومدی بدون اینکه خودت بفهمی چطور، چون هر روز فقط یه قدم کوچیک برداشتی. تو لازم نیست کامل باشی، لازم نیست سریع بری، فقط باید ادامه بدی. یه روزی میفهمی همین قدمای کوچیک بزرگترین تغییر زندگی تو ساختن. پس وقتی تو جاده ای و ماشینا از کنارت رد میشن یادت باشه تو این مسیر رقابت با بقیه نیست، رقابت با خودته. هر روز فقط یه قدم کوچیکتر از دیروز، یه تصمیم درست‌تر، یه انتخاب آگاهانه تر. چون موفقیت با جهش ساخته نمیشه، با میلیون‌ها حرکت کوچیک اما پیوسته ساخته میشه. پس ادامه بده، با تمرکز، با ایمان، با باور به اینکه هر کیلومتر از این مسیر داره تو رو به خود واقعیت نزدیکتر میکنه.